سه صدمه روزهای استراحت در راههای تاجیکستان 4 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 21:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه خوندای توجیف مطلوب سال تولدش 1996 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهه زرحلال شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت-ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده وهاب بابرجان سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت زرحلال که به سمت روی ایلووگی طرف چپ رو گردش میکرد برخورد است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه خوندای خالقوف رسول سال تولدش 1996 و اشورف پرویز سال تولدش 1998 ساکنان شهر پنجکند از جراحت‌های جسمانی برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده افت-ماشین تمغه خوندای توجیف و دیگر مسافرش عثمانوف سامانشاه سال تولدش 2000 ساکن شهر پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین 16 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 16:40 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مسکوی 412 شریپوف ابراهیم سال تولدش 1953 ساکن جماعت دیوت خستیورز نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در روی ماشینگرد کانیبادام دهمای غفوروف در حدود جماعت دیوت خستیورز به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته با یدکه افت-ماشین تمغه واز 2107 تحت اداره راننده زایدوف مقصود جان سال تولدش 2001 ساکن جماعت دیوت خستیورز برخورد است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه مسکوی 412 عبداللهف سعادت قیومونا سال تولدش 1956 ساکن جماعت دیوت خستیورز جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده افت-ماشین تمغه مسکوی 412 شریپوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. متاسفانه روز 17 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 15:10 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا خلیموف خاتمجان سال تولدش 1991 ساکن جماعت دیوت جانبخت نویه خوبالینگ هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیوت پشکند شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نوبالغ شاکروف ظفر سال تولدش 2010 ساکن جماعت دیوت پشکند را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ شاکروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است.